داخل این ویدیو میریم که با هم بین سرور ایران و خارجمون یه تونل با استفاده از IPv6 ایجاد کنیم تا بتونیم محدودیت‌ها و اختلال‌های همراه اول و ایرانسل و مخابرات و بقیه اپراتورها رو دور بزنیم و از فیلتر شدن سرور خارجمون هم جلوگیری کنیم. بزن بریم. اولین کار اینه که شما یه دونه پنل صنایع یا علیرضا نصب بکنید. حالا اگه از مرزبان هم استفاده میکنید روی پنل ایرانتون بعد از صنایع یا علیرضا بریزید. من میام این قسمت دستور رو کپی میکنم و میارم داخل جفت سرورام کپی پیستش میکنم. من پورت سرور خارجم رو میذارم 5000 و پورت سرور ایرانم رو میذارم 6000. من روی جفت سرورام ایران و خارجم پنل رو نصب کردم و دیگه با این صفحه کاری ندارم، میبندمش. خیلی خب، من 2 تا پنل رو الان نصب کردم. سرور خارجم رو تمش رو دارک کردم و سرور ایرانم هم که تمش لایته. وارد سرور ایرانم میشم. به این قسمت اینباوند ها یه دونه اد اینباوند اضافه میکنید. پروتکل رو بذارید روی 2 کد مودو. وقتی که این کارو کردید یه ریمارک در نظر بگیرید. الان من میخوام یه دونه پنل بالا بیارم، یعنی این رو سینکش بکنم به سرور خارجم. پنل رو که زدید پورت رو پورت پنل خارجتون قرار بدید. برای من 5000 بود. حالا شما هر چی که ست دادید بذارید. قسمت دستینیشن پورت هم بذارش روی 5000 که فوروارد بکنه. تارگت آدرس و حالا ما این قسمت بعد IPv6 سرور خارجمون رو بذاریم. چطوری IPv6 رو پیدا بکنیم؟ میایم داخل سرور خارج، داخل اوورویو IPv6 این قسمت نوشته. اینو کپی میکنید یا اگه شما از هدسنر یا جای دیگه ای IPv6 تون رو میخواید در پنل کاربریتون ببینید، یه /64 داره آخرش که اون رو شما باید هاک بکنید و به جای /64 1 قرار بدید یا 2. حالا ما این قسمت تارگت آدرس IPv6 مون رو قرار میدیم و اسنیفینگ رو بذارید فعال باشه. داخل آپدیت جدید اضافه شده. فالو ریدایرکت و اینا خاموش باشه. دیگه با این کاری نداریم. کریت رو میزنیم و حالا پنلمون سینک شد. حالا باید کانفیگمون رو سینک بکنیم. اد اینباوند رو میزنیم، دوباره پروتکل رو میذاریم روی 2 کد مودو و ریمارکش رو میذارم کانفیگ 1 به عنوان مثال، اون کانفیگی که ما میخوایم بسازیم و محدودیت‌های همراه اول و ایرانسل رو دور بزنه، مخصوصا مخابرات. پورتش رو پورت اون اینباوندی که میخوایم داخل سرور خارج درست بکنیم میذاریم. به عنوان مثال من پورتش رو میخوام بزنم 2096 و تارگت آدرس هم اینجا دوباره IPv6 سرور خارجتون رو وارد بکنید. دستینیشن پورت دوباره همون پورت کانفیگتون رو وارد بکنید که میخواید داخل سرور خارج بسازید و دیگه به این دست نزنید. کرییت رو میزنیم. راستی تا یادم نرفته اینم بگم که تمام کانفیگایی که داخل این ویدیو و ویدیوهای دیگه میسازم از این به بعد داخل کانال تلگرام قرار میگیره و لینک کانال تلگرامی همه الان دارید رو صفحه میبینید. داخل دسکریپشن و کامنت ها هم هستش. وقتی که وارد کانال تلگرامی بشید کانفیگو میتونید از اون قسمت کپی بکنید و تستش بکنید به مدت 48 ساعت. واسه از اون قرار میدم که بدون مشکل بررسیش بکنید که واسهتون خوبه یا نیستش. اینجا دقت کنید. الان این IP سرور ایران منه به فرض و یه 2 نقطه میذاریم. حالا پورت سرور خارجمون رو قرار میدیم برای اینکه پنل خارجیمون به صورت تونل شده بالا بیاد. الان پورت سرور خارجم 5000 بود. بعد اینو کپی میکنیم میبریم داخل براوزر و جایگذاریش میکنیم و پنلمون خارج بالا میاد و تونل شده هم هستش. اون قسمت ما باید کانفیگمون رو بسازیم. اینو الان بریم تستش بکنیم. پنل هم بالا اومد. لاگین رو میزنیم و همونطور که میبینید سرور خارجمون با سرور ایرانمون لینک شدش. بریم داخل اینباوند ها و اد اینباوند رو میزنیم. یه دونه ریمارک واسش اس در نظر میگیریم. من میذارم تست به عنوان مثال. پروتکلش رو بذارید روی ویلس یا ویمس. من میذارم روی ویمس. پورتش رو پورتی که داخل سرور ایران تعیین کردیم برای تانل شدن انتخاب میکنیم. من گذاشتم 2096 و ترانسمیشن رو بذارید روی WS یا وب سوکت. یه دونه ریکوست هدر اضافه میکنید. ولیوش رو یه دونه سایت ایرانی پرسرعت قرار میدید. به عنوان مثال من میذارم nobitex.ir. حالا اگه شما دامین دارید برای امنیت بیشتر TLS رو حتما فعال بکنید و این قسم مشخصاتش رو پر بکنید که خیلی کمک میکنه. اگر هم که ندارید مثلا روی نان بذارید و کار دیگه با این قسمت نداریم و کریت رو میزنید. همونطور میبینید الان من به این کانفیگ متصل شدم و سرعت اینترنت هم کلا به 100 کیلوبایت نمیرسه. اینقدر اینجا اختلال زیاده و حالا من یه دونه مای آی پی تو اینترنت سرچ کردم و آی پی مون ببینید که داره وی پی ان کار میکنه و روی سرور خارج هم ست شده. همونطور که میبینید الان IPv6 رو به من نشون داده و
IPv4 رو زده چکینگ، داره پیدا میکنه که فکر نکنم بتونه پیداش بکنه چون ما تانل IPv6 برقرار کردیم. یه تانل هم هست IPv6 داخل IPv4، یعنی سرور ایرانمون رو حالا به صورت معمول IPv6 انتخاب بکنیم و سرور خارج اونها IPv4، یا حالا برعکس که اصلا پیشنهادش نمیکنم چون جفت IP هاتون رو در اختیار ربات فیلترچی قرار میدید و امنیت به شدت پایینی داره، اختلال خیلی زیادی داره و کلا اگه از این تانل بخواید استفاده بکنید هم سرعت خیلی پایینی میگیرید، هم امنیت به شدت پایینی داره و زود هم فیلتر میشه و من بهتون پیشنهاد میکنم که از همین IPv6 و IPv6 استفاده بکنید که ایمن ترین تانل و IP که در حال حاضر میتونید ازش استفاده بکنید. دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه من بودید. یادتون نره که حتما کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید و یه دونه کامنت هم بذارید. اگه تا اینجا ویدیو همراه من بودید یه دونه قلب قرمز داخل کامنت ها بذارید که ببینم که تا آخر این ویدیو همراه من بودن. حرف دیگه باقی نمیمونه. امیدوارم واسهتون مفید بوده باشه. تا ویدیو دیگه، بدرود.